رادیو کتاب در خدمت نویسنده ها، معرفی کتاب، برنامه‌ای برای فر فرهنگ. وقتی وارد شخصیت انسانی میشه، هر کس باید خود زیر سوال ببره، تفکر انتقادی را در وجود خود بیدار بکنه و بعد اجزای وجود خود و اجزای تفکر خود تحلیل بکنه. مواسات اصلا ما فراموش کرده بودم کلمه را، حالا که شما گفتین به یادم اومد. با یک قسمت از چی است که کانسپت یا همو مفهوم ما به انگلیسی یاد گرفتم و به انگلیسی نوشته کردم. با او خاطر به فارسی با وجودی که وقت به فارسی کتاب همین قسمت هایی را که معرفی کردم ترجمه کردم، باعث شد که صحبت امرای مرحوم آقای علی پور داشتیم. هیچ وقت یادم نمیره آقای غفوری شه کسی در مورد جبهه مستضعفین بسیار با افتخار صحبت میکرد و از دستاوردهاش گپ میزد اینا. بعد آقای غفوری بسیار با خونسردی گفت که روشنفکرها به هر اندازه‌ای که پیشرفت بکنن و به هر اندازه‌ای که خود پیشرفته تر از جامعه ببینن، به مو اندازه از جامعه دور میشن و این مشکل فعلا ما شما داریم و باید در نمونه شما داریم که می متد استفاده شده و زودتر به مقصد رسیدم یا زودتر عدالت اجتماعی یک مقدار تأمین شده. یک سوال دیگه ای که شرایط فعلی زنای افغانستان که خیلی فاجعه بار است و خیلی هم هر روزی که تیر میشه دل آدم بر دخترکای مظلومی که از مکتب مانده. کتابی هم در جبهه از جمله کتابایی بود که سرش زیاد کار میشد و به دقت خوانده میشد. کتابی انقلاب در انقلاب است رژید دوبرا. آمدی است که چرا این عنوان شما انتخاب کردین؟ شاید در محیط شما یک چیزی بوده که شما ضرور دانستین این عنوان برای کتابتان انتخاب بکنین، برای یک آدم در محیطی که 2007 بود اونا 10,000 برده رو از امریکا ثبت نام کرده بود، کشف کرده بود، پیدا کرده بود که 10,000 برده در امریکا هنوز وجود داره. آرزو دارم که زنهایی که در مجلس آمده بودن شروع کنن به نوشتن کتاب و من کمک میتونم مملایتان. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده ها و همسو با حقیقت. سلام مجدد بیننده های گرامی، تشکر از حضور شما و همچنان تشکر از کسایی که بعداً این برنامه را میبینن. یقیناً با من موافق خواهد بودین که برنامه های رادیو کتاب هضمش قدر سنگین است، چرا ما میخواهیم مشکلات اساسی حل بکنیم. در قسمت اول دکتر صاحب سمیه، نویسنده کتاب که پزشکی را در افغانستان تمام کرده و در امریکا هم درس خوانده، در افریقا هم تجربه کار داره و حاصل تمامی از این تجارب در یک کتاب به نام بازآفرینی عدالت و انصاف جمع آوری کرده و در اختیار بیننده ها گذاشته. توضیحات شما لطفاً در قسمت اول بشنوین که چقدر زیباست، چقدر شیرین است، چقدر دلنشین است. وقتی وارد شخصیت انسانی میشه، هر کس باید خود زیر سوال ببره، تفکر انتقادی را در وجود خود بیدار بکنه و بعد اجزای وجود خود و اجزای تفکر خود تحلیل بکنه. دکتر صاحب بزرگوار، مایک در خدمت شماست. خواهرای گرامی و همه حاضرین لطفاً دست بالا کنین، سوال کنین. دکتر صاحب بفرمایید. باز هم تشکر از رادیو کتاب. به قسمت دوم برنامه خوش آمدین. وقتی که ترجمه میکردم ما از محمد محقق کمک گرفتم که اکویتی رو چه رقم ترجمه کنیم، ولی متاسفانه یادم نامد از شما و مواسات اصلا ما فراموش کرده بودم کلمه را، حالا که شما گفتین به یادم آمد. یک قسمت از چی است که کانسپت یا همو مفهوم ما به انگلیسی یاد گرفتم و به انگلیسی نوشته کردم. با او خاطر به فارسی با وجودی که وقت به فارسی کتاب
همین قسمت هایی را که معرفی کردم ترجمه کردم باعث شد که یک رابطه احساسی با کتاب پیدا کنم. ولی با انگلیسی میفهمیدم، ولی احساس به عنوان نویسنده رابطه خیلی احساسی با کتاب نداشتم. وقتی به فارسی ترجمه کردم همین احساس به وجود آمد. دیگه گفتن که کتاب به اساس ریفورم نوشته شده. به اساس ریفورم نوشته شده چون توجه کرده به محیط کار و در محیط کار مخصوصا هدف من بود که ما جای خیلی کورپوریت امریکا را یا همون کورپوریت امریکا تو جایی که خیلی به اساس سود تیار شده بتونم با این مشاوره ها و بتونم تغییرات کم کم با وجود بیارم تا مردمی که در اونجا کار میکنه حداقل بتونه زندگی خوبتر داشته باشن. و بله پائولو فریرا کانسپتش ریفورم نیست. پائولو فریرا خیلی انقلابی است و اگر کتاب بخوانیم هم این خیلی انقلابی است. به چالش کشیده ظلم در محیط کار، استثمار، اپریشن، چیره خودبرتری سفیدها را اصلا فصل اول کاملا با دیتا نشان داده که اینجا ظلم شده، به اینجا ظلم شده، اینجا ظلم شده. خیلی به نشان داده که چطور زنها در سیاست نیست، در محیط کار چه رقم مثلا زنها معاشش کم است، چه رقم ظلم ده چی میشه ده بر سیاپوستا، چه رقم ظلم میشه بر مهاجرین، چه رقم. خلاصه به صورت عمومی به صورت دیتا تحقیق شده و به صورت جهانی نشان داده که چه رقم همی ظلم و ستم ریشه داره به تمام سیستم های ای دنیا. همیشه میگفتم دوستای سفید پوستم چرا نمیخواه درباره از کتاب بنویسه. وقت ترجمه کردم، مخصوصا امانتداری رو وقت ترجمه کردم، او وقت فهمیدم که چقدر به چالش کشیده ظلم و ستم و برتری خواهی را در جامعه آمریکایی در محیط کار. ریفورم وقتی ما گفتم که خودت تطبیق بده به جامعه، ریفورم منظورم نیست. منظورم که انقلاب ها خود انطباق بده به زمان. درست نیست که اینجا بگویم همین لحظه کلمه تقلید میایه که کسی که مجتهد است چی را دین نظر به زمان برای توضیح میده که چی است. اگر اشتباه نکنم همین کاره کسایی که در جنبش اجتماعی میکنه باید انجام بده که خدا و برنامه های خدا نسبت به محیط انجام بده. روشنفکرا، مشکل روشنفکرا مخصوصا در افغانستان و حتی اینجا امی دموکرات ها اینجا که شکست خورد به خاطر ازیست که گوش نمیته به مردم، گوش به نیازهای مردم نمیته. میگن که ما عدالت میاریم ولی گوش نمیته، احترام نمیکنه، احترام نمیمانه به ارزش ها و نیازهای اجتماعی. به او خاطر شکست میخوره. اگر گوش بده و به ارزش ها خود بالاتر نبینه، از مردم برتر نبینه، با مردم پا به پا بره، تغییرات بنیادی به وجود میآید. گفتنم مونه که تغییرات بنیادی وقتی که به وجود میآید استحقاقای دیگه هم هست. یعنی واقعا در جامعه امریکایی از این که تفکر پائولو فریرا عمومی شه و میترسن، نمیگذارن. و همین قسم در افغانستان هم جنبش ها غیر از مجاهدین مستضعفین دیگه، جنبش های چپی دیگه، جنبش های غیر کمونیست و مسلمان های دیگه در افغانستان بودن که خوب بود، ولی جریان های بیرونی استحقاق یا بگویم حذف بر روشنفکرها را شروع کردن. در تمام احزاب روشنفکرایی که واقعا عادلانه میاندیشید کشته شد، به شهادت رسید. به او خاطر خوب است. انتقاد منی است که باید گوش بدیم به مردم و خود مطابق مردم بسازیم، حتی اگر انقلابی هم فکر میکنیم. بسیار تشکر. خب تا امینی صاحب مباحث خدا میکنه،
سوال کاظمی صاحب خدمت شما بخونم. خوب است. بله، معیار فرهنگ عدالت و انصاف چیست؟ مثال ما به عنوان مجاهدین مستضعفین در جامعه کار کردیم، از قبیل تأسیس کتابخانه، اجرای پروژه عمرانی، ولی از طرف مردم چندان مورد استقبال قرار نگرفت. آقای کاظمی میگه مورد استقبال قرار نگرفتیم، ما به صراحت میگم رد شدیم و از طرف مسئولین احزاب در هزارجات نامردانه برخورد شد و به ما تهمت‌های زیاد را متوجه ساخت. حال به نظر شما ما برای فرهنگ عدالت انصاف کار میکردیم یا نمیکردیم؟ تقریبا همچی چیزی مفهوم شد. معیار فرهنگ عدالت انصاف یا مواسات یاد گرفت. معیارش در محیط کار از یک جا تا جای دیگه متفاوت است. اینجا وقت فریره را میخوانی کاملا دورنماها یا هدفها را به اساس ای که مردم چی میخواه برقرار میکنی. اگر مردم میگه یک محیط کار میگه عدالت این معنا داره که من اینه قدر ماش داشته باشم، عموم معیار است. اگر میگه که اینی پالیسی ها باید اضافه شود، عموم مواسات است، عدالت انصاف است. اگر میگن که یعنی امو چی را معیار خود مردم یا خود امو مجمع یا سازمان یا محیط کار تعیین میکنه که معیار ما به خاطر با وجود آوردن فرهنگ عدالت و انصاف و تعلق چی است و معیار اصلی برای عدالت و انصاف مردم تشکیل میده و عدالت انصاف چی تعلق تعلق وقت به وجود میآید که زیاد به مردم گوش میتی و یک جو با اعتماد به وجود میارید. اما کم کم وقت اعتماد بالا میره در یک محیط کار، امی مردم احساس میکنه که این خانه ایم است. ما دو تا جای کار کردیم، مثلا Refugee Women's Network یا Refugee Women's Network چه رقم ترجمه میکنه، یک سازمانی که بر مهاجرین، بر زنای مهاجر کار میکرد. واقعا ما اونجا خانه خود میدانست و هیچ کار دیگه نمیکرد. ما همه مثل فامیل بودیم. ما میفهمیدیم که وقتی اگر یک مشکل داشته باشم دیگری پشت ما میسته. همین محیط وقت به وجود میاری با پروسه فریره از معیار که در پروسس مهمتر است. معیار مردم تعیین میکنه، پروسس یا فرایند یا پروسه مهمتر از معیار است. بسیار تشکر. درباره مستضعفین، به نظر من مردم مستضعفین استقبال کرد. به نظر من چرا؟ به خاطر که کسایی که درس نخوانده بود، مکتب نرفته بود، به جبهه آمدن و درس خوان شدن و کار یاد گرفتن، از بهترین هاست امروز، از متفکرین خوب جامعه ماست، از آدمای خوب جامعه ماست. اونا آدمایی بودن که از مردم آمده بود، ولی مردم عامه تبلیغات خیلی زیاد بود. دین استفاده کرد علیه ما رو تکفیر کردن. وقت دین میاری در جامعه اسلامی دیگه تو امی که تانستن زنده بمانه تا مقدر دیرم خیلی کار کردن به نظر من، چون دین آوردن و گفتن که اینا کافر است، در حالی که من مسلمان تر از مجاهدین مستضعفین کسی را پیدا کردن نمیتونم. یعنی واقعا گرچه عیب‌های را من میدیدم که چه رقم استفاده میکرد. پائولو فریره را آموزش ستم دیدگان یک از جزوه‌های آموزشی مجاهدین مستضعفین بود. درک درست زیاد نداشت از متد فریره، چون ترجمه شده بود و ترجمه بسیار چی را از بین میبره، در جریان ترجمه از بین میره. و من وقت درک پیدا کردم که دو دانه شاگرد فریره به نام، فراموشم کردم که تشکر کنم ازشان، سالی ان هوب در ساوت افریقا با مبارزات آپارتاید آفریقا مبارزه کرده و اونا
همین دانشگاه را به وجود آورده که پائولو فرره را درس میده و من اونجا در ساوت افریقا کار نکردم، رفتم به خاطر درس خواندن به آفریقا. پائولو فرره را خواندم که همین 2 نفر اونجا در رابطه با پائولو فرره درس میداد، سالی و هوب. 2 نفر است، سالی یکیشان از هوب دیگه. اینا همون مکتب با وجود آورده در آفریقا و درس میده پائولو فرره. اونجا ما فهمیدم که چقدر مستضعفین نمیفهمید که آموزش ستم دیدگان پروسش چه رقم است، ولی باز هم امو اساسات مثلا یکی از چیزا را که من یادم است که مثلا ساده ساخته بود بر مردم که تضاد چی است، باز تعریف کرده بود از تضاد، باز گفته بود تشخیص توزیع از تضاد، بعد از او مثال آورده بود، بعد از او گفته بود که وقت ما ایره چی میکنیم که شناخت از تضاد، ایمان به تضاد، دیگه عمل آفرینی بر تضاد. همین رقم مفاهیم کلش چی کرده بود، کار کرده بود، مخصوصا پدرم سید عبدالله کریمی کار کرده بود مفاهیم که ساده بسازه به مردم، ولی بعض وقتا دشمن خیلی قوی تر از مردم. خب خیلی ممنون. علی امینی دست بالا کرده. من فکر میکنم دکتر صاحب محب روزبهان هم تشریف آورده، به اونا و همه کسایی که تازه آمده خوش آمدید عرض میکنم. امینی صاحب شما بفرمایین که شوتان فکر کنم ساعتای 1 شده در اونجا. مهربانی. سلام مجدد خدمت همه بزرگوارا. اولا خب میخوایم تبریک عرض کنم خدمت خواهرم دکتر سمیه. در جریان زمانی کتاب میخواستن نشر بکنن، ما هم توفیق از این رو داشتم که یک مروری بکنم کتاب و یک شانس بود برای من. 2 موضوع به نظرم ضروری آمد که یادآوری کنم. یکی در زمان جبهه مستضعفین ما دکتر سمیه هر دو نوجوان بودیم و گاه و نوگاه هم که اونجا میرفتیم بزرگا را میدیدیم، پای صحبتایشان میشیشتیم. بعض خاطرات بسیار شیرینی در ذهن ما مانده. از جمله یک صحبت امرای مرحوم آقای علی پور داشتیم، هیچ وقت یادم نمیره، آقای غفوری شهید. کسی در مورد جبهه مستضعفین بسیار با افتخار صحبت میکرد و از دستاوردهاش گپ میزد اینا. بعد آقای غفوری بسیار با خونسردی گفت که روشنفکرها به هر اندازه‌ای که پیشرفت بکنن و به هر اندازه‌ای که خود پیشرفته تر از جامعه ببینن، به مو اندازه از جامعه دور میشن و این مشکل فعلا ما شما داریم و باید درک. متاسفانه گاهی وقتا خب به شکل حبابار بعضی از حرکتایی که در جامعه صورت میگیره تصوری را ایجاد میکنه که ما میتونیم کل جامعه را تغییر بدیم و تمام بنیانهای جامعه را میتونیم که به شکل انقلابی تغییر بدیم. اما روند رشد و تکامل جامعه اون تاریخ نشان میده که به شکل انقلابیش خیلی سخت است تغییر دادنش. موضوع دوم برمیگردیم سر کتاب. یک خاطره بود یادم مانده بود و فکر کردم اینجا جایش است که یاد بکنیم از غفوری شهید و همچنان از واقع بینی که اونا داشتن نسبت به پیشرفت جبهه مستضعفین و تفکر انقلابی مستضعفین. در مورد کتاب تا حال هر چقدر بحث کردیم بیشتر روی همون مواسات یا اکویتی صحبت کردیم، اما یک نکته که در عنوان کتاب ما آمده و به نظر من بسیار مهم است او تقریبا مغفول ماند و او حس تعلق است. وقتی ما در محیط کار صحبت میکنیم، شما زمان احساس خوب دارین در محیط کار خود و زمان موفق هستین و زمان میتونین که دستاورد خوبی داشته باشین که نسبت به محیط کار احساس مالکیت بکنین، احساس تعلق بکنین. فکر کنین که من بخش از این اداره هستم، در اینجا صدای ما شنیده میشه، در اینجا صحبت ما شنیده میشه، در اینجا فکر ما و نظریات ما رویش حساب میشه. در اون زمان شما احساس میکنین که من در یک محیط هستم کار میکنم و کار من مؤثر است. اما زمانی که شما احساس بکنین که در این محیط من صرفا مثل یک پرزه ماشین هستم عمل میکنم و هیچ گونه احساس تعلق نسبت به محیط نداشته باشین، خود به خود شما را از محیط دور میکنه و زمانی این حس عدم تعلق ایجاد میشه که بی‌عدالتی، عدم انصاف، نابرابری در اونجا واضح باشه. نمیخوایم وقت کلگی بگیرم و زیاد صحبت بکنم، اما از تجربیات شخصی خود ما گفتم میتونم که
وقتی وارد یک تیم شدم، یکی از تیمای 35 نفره بود، من فکر میکردم که همه چیز بسیار منظم و خوب اینجا پیش میره، به خاطر کسی که پیش از من مدیریت تیم به عهده داشت واقعا یک آدم ورزیده و فهمیده بود. اما وقتی وارد کار شدم متوجه شدم که یکی 2 نفر به حیث آدمای کلیدی کل تیم رهبری میکنه و بقیه صرفا فرمان بردار هستن. اما وقتی من کوشش کردم یک مقدار زمینه را باز بکنم تا هر کس نظرش شنیده شه و هر کس در سایه کار خود یک مقدار استقلال داشته باشه، روز به روز تیم خوشحالتر بود، محیط تغییر میکرد و دستاوردهای ما بیشتر میشد. و از طرف دیگه همونایی که در تیم بسیار ضعیف بود و حتی ضعیف هم برای من معرفی شده بود، وقتی برشان میدان میداده میدیده که نظریات بسیار خوب دارن، نوآوری‌های بسیار خوبی رو پیشنهاد میکنن و محیط کاملا تغییر میکنه. بنابراین همون احساس تعلق هم بخش عمده فکر کنم کار اداری است که باید رویش تمرکز شود و فکر شود. یک جان تشکر. من بسیار از صحبت‌های شما هم استفاده کردم و شبم دیر شده، شاید 4-5 دقیقه دیگه باشم، بعد از اون باز از خدمتتون مرخص میشم. تشکر. خیلی واقعا معرفی کتاب افزود. عذرا خانم بفرمایید. سلام مجدد خدمت همگی. خیلی خیلی خوشحال شدم امروز که کار نیکی را دکتر سمیه شروع کرده و نوشته کرده و ما واقعا در شخصیت ایشان نمیشه افتخار کردیم و همیشه باعث افتخار همه ما شماست. برای آرزوی موفقیت میکنم. من صرف 2 سوال دارم. یکی که دکتر عزیز ما اگه میتونه یکم تشریح کنه که امی متد در دیگر دنیا اگه استفاده شده کاربرد بیشتر داشته، نمونه شما دارین که امی متد استفاده شده و زودتر به مقصد رسیده یا زودتر عدالت اجتماعی یک مقدار تأمین شده؟ یک سوال دیگه ای که شرایط فعلی زنای افغانستان که خیلی فاجعه بار است و خیلی هم هر روزی که تیر میشه دل آدم بر دخترکای مظلومی که از مکتب مانده دیگه چی عرض کنم، دل آدم تکه پارچه میشه. و چطور امکان داره که ما بتونیم تلاش بکنیم از این متدات برای سرزمین خود و برای خانمای افغانستان استفاده بتونیم؟ آیا ممکن است از طریق فضای مجازی یا مثلا صحبت با سران دولت یا دیگه چی کارهایی را ما میتونیم که ما خود موازی برای افغانستان استفاده کنیم؟ همین قدر. تشکر از شما. موفقیت میخوایم بر دکتر عزیز. تشکر. خب بله، پاولو فریرا، البته امی کتابی که نوشته کردم با اساس پاولو فریرا ای نو است دیگه، زیاد از چی نمیکنه، استفاده نمیکنه به عنوان کتاب. تیوری فریرا خیلی وسیع در آمریکا استفاده میشه. اکثرا سازمان های که به خاطر عدالت اجتماعی کار میکنه از متد پاولو فریرا یا همون پاپولار ایژوکیشن استفاده میکنه. همین متد پاولو فریرا استفاده میکنه، یعنی بدون شک کاملا اکثریتشون استفاده میکنن. و دیگه ای که مکاتب دانشگاه های مختلف تدریس میشن، بودجه تدریس میکنه. در آمریکا سیستم رقم است که میگذاره که پیش بری تا یک قسمت وقتی که دید که واقعا تغییرات بنیادی منصفانه به وجود میآید، باز ضربه میزنه به تغییرات. و این خودم وقتی که گلوبال اوبونتو در رابطه با چی کار میکرد، یک جنبش راه انداخته بود به نام Welcoming Community، یعنی تمام مردم خوش میآیند. Welcoming Community یعنی که تمام مردم با پیشینه ها و فرهنگ ها و نژاد ها و مختلف خوش میآید و با هم باید پذیرفته شود. و وقتی که شروع شد که و هدف از او پروگرام یا همون برنامه‌ای بود که افرادی که توانایی مختلف داره یا disability فارسی معیوب میگیم هستن چه رقم میتونه به سطح رهبری بیاید، اقلیت ها چه رقم میتونه به رهبری بیاید. خیلی من امید داشتم که تمام سازمان ها شروع کنه به تغییر. وقت شروع کردن به تغییر واقعا به صورت به شهرهای کوچیک تغییرات به وجود آمد. سازمان های چی کرد؟
قطع کرد. برنامه را از طرف دولت قطع شد. یعنی این پاولو فریرا از چی است؟ از برازیل است. وقتی که در برازیل او کار میکرد تانست که در ظرف 40 روز تعداد بیشتر از هزارها نفر دهقان آموزش بده تا بتانن نام خود بنویسه و جملات ساده بنویسه، به خاطر که یکی از قانونهای برازیلی بود که اگر تو نامت نوشته نمیتونی و کلمات جمله نوشته نمیتونی رای داده نمیتونی. مردم وقتی که چی کرد ارگنایز این سازماندهی کرد، فریرا سازماندهی کرد و آورد و آموزش داد تا وقتی اینا رای داد دولت دیکتاتوری و زمان برچیده شد، انقلاب به وجود آمد، دولت خوب آمد و بعد دوباره اینا شکست خوردن و فریرا را چی کردن؟ تبعید کرد. یعنی استفاده میشه ولی شکست میخوره همیشه، چون همیشه وقت عدالت خواهی میکنی کسای است که به منافع از او ضربه میزنی، وقت ضربه میزنی به منافعشان بعد میایه دیگه به استحقاق در مقابل تو قرار میگیره. یک قسمتش که یعنی به صورت مثلا یک از جایی که در آمریکا استفاده میشه یک مکتب است که از صنف اول تا 12 را امی میتود استفاده میکنه، میتود فریرا استفاده میکنه به تمام درسای. و زنا در افغانستان من که خیلی ناامید استم دیگه، ایره یک کس دیگه جواب بده. من واقعا نمیفهمم به زنا چرا به افغانستان کار کنم. بسیار تشکر. میخوایم بگویم که دمی جمع خانوما و دخترها زیاد است، حتی سوال نمیکنن چی دلیل داره. یک جامعه بازآورده اندیشه هایی است که در جامعه حاکم است. من با مثال خیلی که واقع گرایانه صحبت کنیم. خب امینی صاحب دست بالا کرد، ما خیر است همیشه فرصت گپ دارم. امینی صاحب بفرمایید. با تشکر از توضیحات دکتر صاحب سمیه. دو نکته را به عنوان توضیح میخواستم عرض کنم که قبلا هم یادآوری کردیم که خود دکتر صاحب توضیح داد که اساس و بنیاد آموزش ستم دیدگان بر اساس آموزش انقلابی است و در کتاب که دکتر صاحب نوشته کردن اصل و بنیاد است که سیستم سرمایه‌داری و روش و راهی که سرمایه‌داری در پیش داره پذیرفته شده، ولی در درون از این سیستم میخواد ریفورم هایی را به وجود بیاره. یک تفاوت با فریرا دیدم. بعضی شاید از نظر ترجمه در کتاب فریرا در جبهه به اندازه کافی دقت نشده بود، ولی شاید آقای احدی و بعض دوستای دیگه خانم مریم امواج اینا حضور دارن، بعضی دوستای دیگه میفهمن که کتاب هم در جبهه از جمله کتابایی بود که سرش زیاد کار میشد و به دقت خوانده میشد. کتاب انقلاب در انقلاب از رژید دوبره بود که همگام با چه گوارا مبارزه کرده بود و کتاب انقلاب در انقلاب هم باز بعد از مبارزات خود نوشته بود. کتاب مهمی بود که در حقیقت برای انقلابیا طرز و روش و شیوه ادابشن یا تطبیق با جامعه و اینا را میاد. این بسیار کتاب مفیدی بود که کمک میشد که یک مقدار کسایی که خیلی انقلابی فکر میکرد خود با جامعه هم به نحوی تطبیق. به هر حال من از دکتر صاحب بسیار خوشحال هستم. کتابش مایه امید است، انشالله کتابای بعدیشون شاید دراب باشه. کتاب بسیار خوب نوشته کردن، مفید است به حال همگی. جالب است که دمی اواخر کم کم مستضعفین سابقه تکان خوردن. آقای احمد شاه انتظار که در جبهه آقای خلیلی میگفتیم اکثر سرودهایی که در جبهه میخوندیم ایشان سروده، یعنی شاعرش ایشان بودن. ایشان کتاب نوشته کرده در فیزیک که امیدوار هستیم به زودی چاپ شود، در حدود 1500 صفحه آچار کتابش است که اگر بخوایم در داخل مجلدات چاپ کنیم شاید 3 جلد کتاب فیزیک میشه و چیزی بسیار جالب است که همین عمر خودم در راه تدریس فیزیک مصرف کرده و یکی از آدمای بسیار معروف و برجسته است. کارشان واقعا قابل تقدیر است. به عنوان یک فردی از مستضعفین کار دکتر سمیه قابل تقدیر است. همچنین از نظر مادی کار آجاهای راسخ نباید نادیده بگیریم که دارایی‌های رشید شهید
فروخته و یک مکتب به نام ایشان بنا کرده که اگر تصویری از اون مکتب ببینیم خیال میکنی که این مکتب مثلا در تورنتو یا در نیویورک اینجا ساخته شده و ما اندازه زیبا، قشنگ و صاحب بسیار خوب، محیط بسیار مناسب، طبقه بالایش هم یک مسجد جور کرده، 4-5 منزل. کار ایشان هم از عنوان کار مستضعفین بسیار کار برجسته است. خلاصه این 3 تا کار یعنی فعلا بسیار کارهای مفید است که خداوند برای همه شما توفیق عنایت کنه. تشکر. تشکر. ببخشید من اضافه میکنم، ناجی، نام داوود ناجی هم یک کتاب نوشته کرده به نام پادشاه گردشی، او هم خیلی کتاب خوب است، بخوانید لطفا. اگر در دسترس قرار گرفت چشم. من لینکش روان میکنم براتان. بسیار تشکر. ناجی هم و همچنان جناب آقای خلیلی اگر را 2 کتاب لایق بدانن ما در خدمتشون هستیم با کمال میل. خانم امواج، خواهر مریم بفرمایید. عرض سلام و ادب دارم حضور همه جمع خردمندا و دانشمندای محترم و بخصوص خواهر عزیز ما سمیه جان که خیلی خیلی واقعا خوشحال شدیم که در صحبت اونا موقع میسر شد و ما استفاده کردیم بسیار زیاد. ببخشید که ما سرنان بودم نتونستم که اولتر یک شامدید بگم به اینا و در این زمان جا داره که تقدیر بکنیم از تلاشی از اینا که خودش یک انگیزه است به ما و اینا واقعا قابل افتخار هستند در جمع ما. تبریک میگم این موفقیت برشان و امیدوار هستم که ترجمه فارسی کتابم داشته باشیم تا بتونیم استفاده بکنیم و همچنان چیزی که من بسیار استفاده کردم توضیحات بود که اینا از تفکر یا روش پائولو فریره ارائه کردن که برای من بسیار آموزنده بود. خیلی ممنون، خیلی سپاسگزار. فقط من سوالی ندارم زیاد، منظور من بود یک سوالی که در ذهنم آمده است که چرا این عنوان شما انتخاب کردین. شاید در محیط شما یک چیزی بوده که شما ضرور دانستین این عنوان برای کتابتان انتخاب بکنین، برای اینکه آدم در محیطی که زندگی بکنه ضروریات و چیزای هست که آدم وادار میکنه که سر یک موضوع مثلا فکر بکنه، مواد جمع بکنه و کتاب نوشته بکنه. مثلا ما که افغانستان آمدیم یا مثلا فکر میکنیم در وضعیت زنای افغانستان شاید نوشته کنیم در مورد زنای افغانستان. موضوع شما خیلی موضوع جالب است و در این زمان ما فکر کردم که چرا این را انتخاب کردیم. این یک سوال بود و دیگه ای که در روش پائولو فریره شما تشریح دادیم که همیشه یعنی آدم باید بسیار انقلابی فکر نکنه بلکه با مردم کار کنه و با مردم خود همسان بسازه و یعنی که در میان توده ها باشه و با مردم فکر کنه اون چیزی را که مردم میخوان. اما در روش انقلابی که مثلا تجربه‌ای که ما داریم یا چیزایی را که ما شنیدیم بیشتری را میگن که در جامعه وقتی پیشرفت میکنه که یک جمع کوچکی باشه که تفکری بالاتر از سطح مردم داشته باشه و او بتونه فکری را بکنه در جامعه، یعنی بتونه تفکری جدید ایجاد بکنه و یک قدم از زمانی که زندگی میکنه پیش باشه تفکرش. اگر ما خودم مطابق به تفکر مردم عیار بسازیم بنابراین پیشرفتی صورت نمیگیره. باید یک قدم از مردم انقلابیونی باشن که پیشتر فکر بکنن، مثل که ما که میخواندیم میگفتن که در نوک پیکان تکامل تعدادی اقلیتی با تفکر بسیار انقلابی قرار داشته باشه و او تفکر ایجاد بکنه و بعد از او آهسته آهسته توده ها به طرف تفکر پیش برن و همین خاطر است که جامعه به طرف پیشرفت حرکت میکنه. در تشریح که شما از تفکر پائولو فریره دادیم یعنی او بسیار همگام بوده با نظری که مردم داره. من نفهمیدم آیا تفاوت داشت یا نمیفهم دیگه، یا یکی اینی تفکر به نظر شما که درست است یا درست‌تر خوب است که مردم ما بتونیم به یک راه پیشرفت یا به یک راه درست هدایت کنیم. کسایی که البته منظورم کسایی است که ایده انقلابیگری یا روشنفکری دارن. منظورم اینی سوال بود سمیه جان. میشه که یک کمی سوال نبود بلکه یک توضیح میخواستم در این مورد. سپاس از شما و از همه شما. سوالم هست، میخواستم که کمی توضیح بدم که شاید اشتباه فهمیده شده باشه. این کتاب در ریفورم میاره ولی متد فریره کاملا انقلابی است یا رادیکال است و رادیکال در فریره این رقم میگه که امی سیستم بالا و پایین کاملا مشکنانه
میگه توده ها و مردم و روشنفکرها باید به یک حلقه باشه. از تصور بالا به پایین انقلاب و توده ها را از بین میبره. فریره کاملا رادیکال یا انقلابی فکر میکنه و میگه که consciousness raising یا افزایش شعور انسانی، که دقیقاً چی شماست که شعور انسانی رو بالا ببریم. ولی شعور انسانی رو بالا ببریم نه ای که اهداف خودت تحمیل کنیم بر جامعه، به جامعه گوش کنیم، اونا را برشان به نیازهایشان، به احساساتشان، به امیدهایشان گوش کنیم. او احساسات و نیازها و گوشهایشان، امیدهایشان که گوش کردیم، از او استفاده کنیم و تشویق کنیم تا او را تحلیل و تجزیه کنه و عمل کنه به خاطر تغییر. یعنی ما خود میاریم امو قدرت ایلید خود از بین میبریم، میاریم خود مساوی میدانیم با مردم و بالا میبریم انسان ها را، سطح آگاهی انسان ها را بالا میبریم تا با اونها یک جا فکر میکنیم، با قله های بالای امید و آرزوهای جامعه عدالت انصاف یا مواسات. این را صحبت میکنه. یعنی دقیقاً متفاوت نیست، ولی متاسفانه جامعه افغانی حتی در جبهه مستضعفین مردم انقلابیون فکر میکرد که ما یک سر بالاتر از مردم هستیم و فریره میگه این رو بشکن. ایلید نباید وجود داشته باشه. مساوات چی به وجود بیایه؟ سرکل، حلقه را انتخاب کردم به رهبری. یعنی کدام رهبر وجود نداشت، ولی فسیلیتیتر یا انیمیتر، کسی که تشویق میکنه، راه نشان میده و شعور انتقادی رو بالا میبره، او همراه مردم گام به گام پیش میره. It's a nuance. nuance چی میشه؟ مفهوم مستقیم نیست. جنبه های مختلف. نمیتونیم مستقیم بگوییم که رادیکال یعنی که تو بالاتر از مردم فکر کنی و مردم دیگر بکشانی به طرف خود. این میگه نه، تو رادیکال فکر کن ولی بیا گوش کن با مردم یک جا هدف چی کن، هدف خود بپذیر و آهسته آهسته بالا برو. تعریف رادیکال یا انقلابی رو کاملا تغییر میده فریره. به عبارت دیگه همرنگ جماعت شو، اما جماعت با خود آهسته آهسته بالا ببره. بسیار خوب. خب فقط 3 دقیقه از قسمت آخری وقت مونده. من یک سوال از این جمع مطرح کنم. کاظمی صاحب مایکتون باز کردین، بفرمایید. ببخشید یک قسمت از سوال ماند، امیر جواب بتونم چرا این نام کتاب استفاده کردم؟ به خاطر که در جامعه امریکا زیاد از کلمه اینکلوژن یا شمول استفاده میکرد، از اکویتی یا مواسات استفاده میکرد در محیط های کاری، در هر جا، ولی وجود نداشت، حقیقت نبود، حقیقی نبود، فقط استفاده میکردن از کلمات. و چیره کلمه دیگره که باید اینجا بگیریم توکنیزم یعنی یک تعداد از مردم رنگین پوست میاره، میگه ای شد عدالت، ای شد اینکلوژن یا شمول. نه، او رقم نیست. وقتی تو بیاری و اونا رو در سطح پایین نگاه کنی، هیچ اجازه ندی خودشان باشه، ارزش‌های خود، پیشنهادهای خود، فرهنگش برش حرمت نگذاری، او شمول نیست، اینکلوژن نیست. با او خاطر من او را آوردم که و احساس تعلق، به خاطر که هیچ وقت ما خود مربوط محیط کاری مخصوصا امرای آمریکایی که کار میکردم، هیچ وقت خود متعلق به محیط کار خود نمیدانستم. با او خاطر گفتم که کار کنم که مردم بتونه تعلق خاطر به محیط کار داشته باشه. بسیار خوب. کاظمی صاحب بفرمایید. با سلام مجدد. ما هم در واقع از دوره جوانی دنبال عدالت در جامعه بودیم و تابالم در کوچه های مردم دنبال همو میگردیم کجا یک رای را برای برقراری عدالت پیدا بکنیم، یک تجربه را بیاموزیم که در این جامعه قابل تطبیق باشه. خواهر مریم پرسان کرد که چه انگیزه باعث شده که سمیه جان عنوان انتخاب کرده. ما فکر میکنم در اونجا
سمیه بسیار کار کرده. مثلا من یادم این سالهای 2006 بود که 2007 بود، اونا 10,000 برده رو در امریکا ثبت نام کرده بود، کشف کرده بود، پیدا کرده بود که 10,000 برده در امریکا هنوز وجود داره که ما فکر میکردیم در او جامعه پیشرفته دیگه از این گپا نیست. خب از این تعریف های دکتر صاحب سمیه که بگذاریم، این عنوانم که اینا انتخاب کردم، ما فکر میکنم دکتر صاحب در اونجا مخاطبای خود داره. اقلا این عدالت یا مساوات و چیزایی هست که در اون جامعه یک مقدار قابل هضم و شروع. پاولو فریره هم که ما در دوره جوانی میخواندیم، مثلا ما در اون زمان همین روش کاری رو به دو قسمت تقسیم میکردیم. یکی اصلاحات از بالا به پایین بود که او روش میگفتیم این روش سید جمال الدینه که از او روش انتخاب کنیم، یا از روش شریعتی که از باتم شروع کنیم، از پایین جامعه به بالا شروع کنیم. در واقع ما و شما از اون وقت دنبال کارا بودیم و بعدم که آموزش های ملل متحد آمد و ترینینگ کورس ها و چیزا همه خوب بود و یک فرصت خیلی خوب بود در وقتی که دولت پشتیبان ما و شما بود. مثلا خواهر مریم اینقدر کار کرده و دیهات رفته، دویده، تنهایی، با موتر، پیاده، مثلا گپ زده قد مردم. و ما او زمان ایده ما ای بود که ما باید یک جنبش از حقوق بشر به وجود بریم که باید او نمایندگیش در دیهات حتی باشه، شهرها که باید در هر محله باشه، در دیهات هم باشه. خب البته موافق نشدیم در او قسمت بر دلیلی بود. ما فکر میکنم تا هنوزم یک گپ در افغانستان گم است و اونمو گپ عبارت از است که ما چه رقم مردم بتونیم به حرکت بریم. عناوین مهم نیست که تحت چه عنوانی باشه. مثلا ما چه رقم موفق شد در یک دفعه مثلا 50,000 نفر با خود همراه کنه و حرکت کنه و ما همین موفقیت از کجا کسب کنیم که مردم حرکت کنه. این حال مثلا با وجود طالبان در افغانستان 100 سال دیگه جامعه پس عقب زده شد و زنایی که کرخت بود کرختر شد و مردمایی که یک کمه گوری در دوره 20 ساله جمهوریت یک کمی روشن شده بود اونا دوباره رفت بر قعری از تاریکی، ناامید شدن. ما یک راهی رو باید پیدا بکنیم، ولی چی از چی در سایه مذهب باشه، چی در سایه شخصیت‌های با نفوذ باشه و چی در سایه مثلا مثل کارهایی که آقای راسخ کرده، مثلا جور کردن مکاتب باشه. یک کاری باید شود که مثلا منافع ما با منافع مردم درست گره بخوره و او کار مردم کار خود فکر کنه که تا جامعه به حرکت بیاد. من فکر میکنم 3 دقیقه زیادتر شد وقتی ما. تشکر. خیلی بسیار تشکر. خب دکتر صاحب شما اگر آخرین فرمایشات داشته باشین که وقت کاملا تمام شد. باز هم تشکر از همه. بحث خوب بود در رابطه با کتاب. آرزو دارم که زنهایی که در مجلس آمده بودن شروع کنن به نوشتن کتاب و من کمک میتونم امرایتان. و دیگه ای که آرزو دارم که یک روز بتانیم این مفاهیم نه تنها در محیط کار اینجا به آمریکا بتانیم و بتانیم مفاهیم فریره را به خاطر با وجود آوردن تفاهم اقوام مختلف در جامعه افغانستان استفاده بتانیم تا اقوام مختلف همزیستی و همدلی را بیاموزه یا همو احساس تعلق به همدیگر را بیاموزه. مردم افغانستان واقعا عادلانه بیاندیشه و وقت به وجود میاد که کسایی که در قدرت است واقعا بگویه، جرأت داشته باشه که ما ظلم کردیم. یکی از چیزایی که در آمریکا باعث نان-وایلنس موومنت در آمریکا، امی مبارزه مارتین لوتر کینگ پیش رفت به خاطر ازی که سفیدها خودشان گفتن که ما ظلم کردیم و ما بتانیم و یکی از چیزای دیگه فریره دیالوگ بین ازیدون بین ظالم و مظلوم است. وقتی ظالم و مظلوم با هم دیالوگ داشته باشه به یک جایی برسه که کرامت انسانی
هر دویشان احیا شود، به خاطر که در رابطه ظلم و مظلوم هر دویشان کرامت انسانی خود از دست میده. یکی به عنوان کسی که ظلم میکنه، ظلم به نفس، به خاطر که نفس ما ظلم نمیخواه، ظلم به نفس میکنه و ظلم میکنه و دیگری که ظلم میپذیره که مظلوم واقع میشه و هر دویشان بیاریم با هم بگوید که اعتراف کنه که ما ظلم کردیم و ما مظلومیم و ما هر دوی ما با هم یک جا میتونیم وطن خدا، محیط کار خدا، اجتماع خدا بسازیم. بسیار تشکر. خلاف معمول رادیو کتاب، ما درود مفرستم به ارواح شهدای راه آزادی افغانستان و همه شهدایی که برای آرامش بشریت جان دادن، مخصوصا شهدای جبهه مستضعفین که ما شاهد مظلومیتشان شخصا بودیم و کسایی هم که دو جبهه را داشتن می‌دانند که در دوران جهاد تفاوت جبهه مستضعفین با سایر جبهه هایی بود که دیگرها از جبهه به خانه می آورد، اما مجاهدین مستضعفین از خانه هایشان به جبهه می بردن. و حاصل همون صداقت دکتر سمیه امروز شد که امیدوارم نسل های ما همه از این پیروی بتانه و به می دلیل من جسارت میکنم در محضر بزرگا پیشنهاد میکنم که به خاطر تجلیل از این کتاب دوستا آمادگی بگیرین، یک سمینار موشیکافی و نقد سر از این کتاب بگیریم که دکتر سمیه خیلی گفت نقد از خود شروع کنیم. ما و شما هم از 4 طرف سر از این نقد کنیم تا ببینیم که چطور است، تحمل میتونه یا نه. از شوخی که بگذاریم، من یقین دارم که تحمل میکنه. به بزرگی استاد بزرگوار، معلم مستضعفین، یکی از بنیانگذارای مستضعفین که به قول دکتر صاحب موسوی PLF شاید من نمیفهم زیاد تاریخ بلد نیستم که از امو مبارزین بوده که مؤسسینش چه کسایی بوده من اطلاع ندارم، اما از پیشتازا بوده. به روح بزرگ از او و خانواده واحدی شهید من جمله جواد شهید سر تعظیم فرو میارم که خیلی کسا از اقوام ما یقینا یادشان است که جواد بود که باعث باسواد شدنشون شد. رادیو کتاب متعلق به همه انسان ها از تبارهای مختلف و مفکوره های مختلف است. لطفاً بیاین. منظور رادیو کتابی است که دریچه آشتی و محبت و الفت و مودت بین انسانها باز کنه و این آرزوی نهایی ماست. تشکر از همه شما بزرگوارایی که تشریف آوردین، مخصوصا کسایی که وقت افطارشان بوده زبان درازی های این حقیره ببخشه، گاهی به حکم مجری بودن. یگان چیزکایی میگم دیگه، ناچار هستم چطور کنم. تا دیدار و سمیناری از این کتاب همه شما را به خداوند میسپارم. ادبستان، یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.